همین شعر مشهور تاجیکستان رو دیگر قسمت میکن. در صحیفه یکم 15 مارت سال 1989 پیش از جنگ میدونید، پیش از اون گرومان هایی که به سری مردم ما اومدن، دیگه من احساس میکنم که همین خیلی یک شعر در کار که مردم ما یگانگی طلب کند، تاجیکستان رو دیگه قسمت نکن. من نوشتم آوردم همین مذهب شو خدا رحمت کند، بسیار یکی از ژورنالیست های بسیار سابق دارد، انسان دانشمند فدایی مذهب شو محبت شویف. این شعر وقتی که من آوردم دادم، بعد فوراً روز دیگر این شعر در صحیفه یکم جمهوریت با حرفای کلان انتشار یافت و با همین شماره که دستی به دست شد و مردم، ما همون صبح مسکل میپریدیم همراه استاد خانواد استاد لایق جلال کرم، همه استادا یک انجمن ما حساب جوانان میرفتم، همون رو همین گزیت برآمد، در همین هواپیما همه می اومد دست منو میفشرد که رحمت برای این شعر. یکم بار استاد لایق منو با دست ما فشرده، گفتن که آفرین. این خدمت جمهوریت بود که همین شعر در تمام کشور انتشار یافت. کار شکر، خدمت شکر